سوال داده شد که چرا الله غیر مسلمانان را در این دنیا اینقدر عاقل و کامیاب گردانیده است. اما سوالی که باید داده شود این است که وقتی تو عاقل میگویی چرا در نظر داری یا با کامیابی در این دنیا چرا در نظر داری؟ در جامع الترمذی جلد 6 حدیث 3681 پیامبر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دعا کرد و از الله التجا کرد که یکی از دو مرد را به راه راست هدایت کند. تا به یکی از این دو مرد هدایت بدهد تا مسلمان شود. و این دو مردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق آنها به الله دعا کرد، یکی از آنها با نام ابوالحکم معروف بود و او عنوان پدر حکمت داده شده بود. نام او عمرو ابن هشام بود و او لقب ابوالحکم یعنی پدر حکمت داده شده بود. و شخص دیگر عمر ابن خطاب رضی الله عنه بود و الله عمر ابن خطاب رضی الله عنه را انتخاب کرد که بعداً خلیفه دوم اسلام شد. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد که از میان این دو مرد حداقل یک نفرش اسلام را قبول کند. الله کی را بیشتر دوست داشت؟ پس الله هدایت را به عمر ابن خطاب داد و او مسلمان شد و بعداً دومین خلیفه راشد اسلام شد. چرا من این حدیث را آوردم؟ من این حدیث را اقتباس آوردم زیرا عمرو ابن هشام را ابوالحکم یعنی پدر حکمت می نامیدند. این مرد چنان دانا بود که به او عنوان پدر حکمت داده شده بود. اما او اسلام را قبول نکرد. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم او را ابو جهل نامید. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را پدر جهالت نامید. اگر توحید یعنی یکتاپرستی را نفهمی از عقل چی فایده؟ اگر وحدانیت الله متعال را نفهمی و اگر تو نفهمی که این دنیا آفریدگار دارد و همه آدمان و موجودات دنیا باید تنها به یک آفریدگار عبادت کنند. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم عنوان او را از پدر حکمت به ابو جهل یعنی پدر جهالت عوض کرد. از این رو از آن وابسته است که شما با کلمه عاقل چی را در نظر دارید. این 14 عصر پیش بود. بیایید من درباره حادثه آلبرت اینشتین نقل کرده دهم. آیا شما آلبرت اینشتین را می‌دانید؟ او عالمی بود که او را خیلی عاقل می‌حسابیدند و او یکی از بهترین عالمان جهان بود. نمی‌دانم تا کجا این حکایت درست است، اما در عصر 19 وقتی که آلبرت اینشتین در بریتانیای کبیر بود و در اتوبوس می نشست، در پهلویش یک هندو می نشست و در وقت سفر آلبرت اینشتین خود به خود فکر کرده به خود گفت بیا وقت خوشی میکنیم. همینطور او به هندو گفت من به تو یک سوال می دهم و اگر تو به من جواب داده نتوانی تو به من 1 فونت می دهی و در آن وقت 1 فونت مبلغ خوب بود. اما اگر تو به من سوال دهی و من جواب داده نتوانم من به تو 1000 فونت می دهم. 1000 فونت آن وقت بیشتر از 1 میلیون فونت امروزه بود. و آلبرت اینشتین شما می دانید که او یک مرد خیلی عاقل بود و او گفت که بیا خرسندی کنی. اما وی قاعده را نمیدانست که با هندوها چنین مناسبت کردن ممکن نیست. پس هندو گفت خوب من با تو راضی هستم. اگر تو به من سوال دهی و من جواب داده نتوانم من به تو 1 فونت می دهم و اگر من به تو سوال دهم و تو به من جواب داده نتوانی تو به من 1000 فونت می دهی. و آلبرت اینشتین خیلی شاد بود. همینطور هندو گفت خوب تو می توانی یکم آغاز کنی و او گفت خوب من سر می کنم. و او از هندو پرسید قانون سیوم نیوتن چیست؟ او به وی گفت آیا می توانی به من بگویی که قانون سیوم نیوتن چیست؟ هندو جواب داده نتوانست. و آلبرت اینشتین گفت قانون سیوم نیوتن این است که هر عمل ریاکسیون برابر مقابل دارد. و آنگاه هندو 1 فونت برآورده به او داد. و آلبرت اینشتین به او گفت اکنون تو می توانی سوال خود را دهی. و هندو به اینشتین سوال داد تو می توانی به من شماره دقیق پرندگان را در بریتانیا کبیر گویی؟
و اینشتین حیران شد. وی فکر میکرد که چطور من میتوانم بفهمم که حالا در بریتانیای کبیر چند پرنده موجود است. و هندو تکرار کرد: آیا تو میتوانی به من شماره دقیق پرندگان را در بریتانیای کبیر بگویی؟ و آلبرت اینشتین دور و دراز فکر کرد. بعد 1000 فونت را برآورده به او داد. 1000 فونت آن وقت بیشتر از 1 میلیون فونت امروزه بود. و آنگاه به آلبرت اینشتین شوق‌آور شد و به او گفت: میتوانی به من بگویی که حالا در بریتانیای کبیر چند پرنده موجود است؟ و هندو 1 فونت برآورده به او گفت: نمیدانم. پس کی داناتر بود؟ هندویی که با استفاده از قاعده های اینشتین به منفعت خود برای سوال بی جواب 1 فونت داد. و آلبرت اینشتین به حیرت افتاد. این معنای چی را دارد؟ کی میان این دو داناتر برآمد؟ البته هندو. از این رو عبرت این حکایه این است که هندوها را نادیده نگیر. من هم هندو هستم الحمدلله. پس هندو گفت: جناب میتوانم به تو باز یک سوال دهم؟ و اینشتین گفت: نه. و بعد او گفت: تو به من سوال دادی، من جواب داده نتوانستم و 1 فونت به تو دادم. پس از این من به تو سوال دادم که تو نیز جواب داده نتوانستی و تو به من 1000 فونت دادی و باز تو به من سوال دادی که من باز جواب داده نتوانستم و برای آن 1 فونت دادم. اکنون نوبت من است. و اینشتین گفت: نه، من ادامه دادن نمیخواهم. اکنون تصور کن بین این دو هندو داناتر بود. همین طور اینتלקتوالی سوبیکتیوی است. همین طور عاقلی و دانایی سوبیکتیوی است. پس امروز سخن شما که چرا الله غیر مسلمانان را داناتر و کامیابتر گردانید، با این سخنان چی گفتنی هستی؟ امروز آدم عاقل میتواند عالم باشد اما راضی نیست که آفریدگار عالم وجود دارد. پس از عقل او چی فایده؟ و غیر مسلمان کسی است که به الله ایمان ندارد. این شخص است که شرک میکند، خدایان بر دروغ را میپرستد. پس عاقلی احساس محدود دنیوی است، نه در دنیای آخر. و الله در قرآن در سوره 67 یعنی در سوره ملک در آیت 2 میفرماید: او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یکی از شما نکوکارتر است. اکنون بیایید به قسم 2 میگذریم. چرا الله غیر مسلمانان را کامیاب کرد؟ و باز تو با کامیابی چی را در نظر داری؟ باز هم کامیابی را میتوان از بسیار جهت شرح داد. به نظر من در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کامیاب ترین شخص بود. امروز شما شاید فکر کنید که ثروتمند شخصی کامیاب است. امروز تو شاید فکر کنی که بیل گیتس کامیاب است یا جف بزوس کامیاب است. اما من چنین فکر نمی کنم. روی خط 10 ثروتمندترین آدمان جهان موجود است. میدانید آن از موکش امبانی رقم 8، بیل گیتس رقم 9 آغاز می شود. ببخشید، رقم 9 امبانی، بعد رقم 3 بیل گیتس، رقم 2 جف بزوس. آیا میدانید که به نظر من کامیابترین و ثروتمندترین شخص کیست؟ این مسلمان است که پیش از نماز بامداد 2 رکعت نماز سنت میخواند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که پیش از نماز بامداد 2 رکعت نماز سنت بخواند، این از تمام زمین و بایگری آن ارزشمندتر است. پس برای من خواندن 2 رکعت نماز سنتی بامداد از تمام زمین و ثروت آن قیمتتر است. پس تو با کامیابی چی را در نظر داری؟ آیا تو پول را در نظر داری؟ آیا تو می توانی بهشت را با پول بخری؟ الله در قرآن می فرماید که کافر در روز قیامت می گوید: ما زید نیستیم به عوض بهشت تمام زمین و ثروت آن را دهیم. اما الله می گوید که اکنون دیر شده است. پس کامیابی چیست؟ این پول است. الله در قرآن در سوره 103 یعنی در سوره عصر می فرماید: سوگند به عصر که انسان در زیان است، مگر مؤمنان نکوکاری که یکدیگر را به حق سپارش نمودند و به شکیبایی توصیه کردند.
پس بنا به سوره عصر که آن را راه نجات نیز می‌نامند آمده است که انسانیت در زیان یعنی در خسارا قرار دارد، مگر آنهایی که 4 خصلت دارند. رقم 1 ایمان، رقم 2 عمل صالح، رقم 3 کسانی که مردم را به حق فرمودند و رقم 4 کسانی که مردم را به صبر فرمودند. اینک اینها 4 خصلت است که برای هر یک شخص حد اقل در آخرت برای وارد بهشت لازم است. قسم نجات، کامیابی چیست؟ کامیابی در همین 4 معیار است و ثروت در اینجا ذکر نشده است. همینطور اینتלקتوالی سوبیکتیوی است. تصور کن که تو یک اینتלקتوالی بزرگی اما تو مشرک هستی و به الله شرک می آوری. تو شاید آدمی خیلی ثروتمند باشی، شاید تو بیل گیتس باشی، شاید تو جف بیزوس باشی، اما تو به الله شرک می آوری. در روز قیامت با تو چی می شود؟ در آخرت چی می شود؟ همه این آدمان به جهنم خواهند رفت. آدمان کامیاب کسانی هستند که ایمان آوردند، کارهای شایسته میکنند، به مردم حق را وصیت میکنند و به مردم صبر را وصیت میکنند. امیدوارم که به سوال جواب دادم.